یه دقیقه گوشی نگرد بابا. پاشا جون دادی الان چیکار داری میکنی تو همین 20 دقیقه؟ اوکی دادی من شما غذا نخوری بیرون اومدی خونه. خب نمیتونی 20 دقیقه وایسی من ویدیوم ضبط شه بعد این کارا شروع کنی؟ اوکی پس تمامش کن سریعتر برو بابا. حالی میکنی واسه خودت تنها زندگی میکنی ها. عشق و حال. سگم اونجا افتاده رو مبل خوابیده. هیچ کس با هم کاری نداره. انقدر دکمه زده رو ماکروویو پاشا هک نداره فکر کنه داره مثلا هکش میکنه. ولی صدایی نمیاد. یه دکمه یه روشن دیگه دینگ 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 دینگ. اون چی رو با پینگ پونگ بازی می‌کنی با ماکروویو؟ یه دقیقه سوهل رفت یکی رو بکشه بچه‌ها فکر کنم الان. خشم سوهل پشت صحنه بفرمایید شما الان اینا رو تکش بیرون ادیتور. با خیلی بده وقتی بچه تو خونه است اصلا نمیشه فوکس کرد. تو طول روز چیکار می‌کنی؟ تو طول وقتی مدرسه‌ن اوکیه دیگه برای ضبط و اینا، ولی وقتی اینا تو خونن واقعا زجر میدن. در اتاق باز گذاشته آیپد رو مکسیموم صدا داره گوش میده و فقط صدای زینگ 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 میاد. یک ضبط صدای دختر این یک ضبط تو صدای من داره تو گوش من میاد برای 19 دقیقه. رفتم میگم بابا کمک کری خب کمش کن بابا. و کمش کرده. میگم چه درتو نمیبندی؟ میگه بسته بود. یه وقتی داشت انقدر بازه صدا میاد. آره دیگه بچه‌ها باحالشون همینه. یه کارایی میکنن که هپیت میکنن. اگه کار نمیکنن اینجا بلند نمیشدی بری برگردی. حالا نمیدونم یعنی اکثرا خوبم ولی بعضی موقع ها چیز میشه. میگم اونم تقصیر نداره دیگه. آیپد نگاه میکنه رفته تو دنیا اصلا نمیفهمه چی شد. دقیقاً. پسر شما اینجا مثلا اینو خیلی خوب انجام داده. مثلا میدونی مثلا یه معلم فیزیک داشتیم. اون معلم فیزیکه ما میکنم دارم ضبط میکنم دادیم باید فشار بدی بیاد بیرون. مواظب باش بشقاب نیفته بشکنه رو پاد زخمی بشه. آها دقیقا اون چیزی که گفتم نیفته همون اتفاق افتاد. خیلی خوب خیلی عالی. گریت جاب موموکو گریت جاب. آفرین همینجوری بنداز. اوکی من برم 7 تا لیوان انداخت زمین. اومدم کدوم پول این ویدیومون خیلی بد شد فکر میکنم برای اینکه خیلی توش کات شد. یعنی اصلا عشق نداره به نظر من واقعا. من فکر کنم لازم محتوای قویه ولی واسه یه ادیتور چرخی میشه چون آره ادیتور چجوری درش میاره چون واقعا دهن من سرویس شده امروز. یعنی بعد از این میرم میخوام تلفنم دیگه جواب نمیدم واسه 24 ساعت. ماما کوتاه رو خود نکن دیگه. نه فقط بشین اینجا دیگه حرف نزن. اوکی خب اینجا گفتی بچه بعد بهش اتهام بحث بدیم مجبوریم اتهام بحث بدیم دیگه. الان نمیشه نگه واسه میشه مایکل جکسون فکر کنم میکروفون گذاشته اونجا. بگو پدر سوسته. نه بگو پدر سوسته. چونم پدر سوسته. خیلی خب بابا لطفا دیگه برو بذار من کارم انجام بدم. امیدوارم همه اینا رو کات بزنن درست بشه ولی بنده خدا بی‌دوست میشه. فکر کنم 20 دقیقه بعد در بیاره. خب کجا بودیم؟ من که اصلا هیچ یادم نمیاد. من انگار مثلا تو فیلم دارم ضبط میکنم. وای یه چیز دیگه میتونیم جمعش کنیم دیگه اگه که فکر می‌کنید چیزه مثلا میتونیم بگیم که خلاصه اصلا کلا زیاد شد داره. اصلا کلا مثلا 32 دقیقه شد 12 دقیقه هم میکشه بیرون 20 دقیقه می‌خواستیم دیگه 18 دقیقه 20 دقیقه. آره خوبه دیگه. آره دقیقاً. چیزی که داشتی میگفتی و بگو تمومش بکن همون رو بریم بیرون. میشه فارسی با من حرف بزنی لطفاً؟ سه تا تیشرت with no sleeves though. In first thing we دیگه آورده ببینیم حالا. اوکی موموکو جونم ببخشید بابایی من وسط ضبطم نمیتونم این کارو بکنم. اگه بری بالا موهاتو شونه کنی خیلی کارمون راه میندازی. موموکو میشه منو بشنوی؟ موموکو جونم میشه موهاتو شونه کنی؟ It's gonna take 5 minutes we don't have it. Actually we do. موموکو اگه موهاتو شونه کنی 5 دقیقه بیشتر وقت داریم تو جانگل جک بازی کنی. چون جانگل جک 7 میبنده. اگه قرار باشه منم بانشم موهاتو شونه کنم it's gonna take 10 minutes you lose. پس برو بالا موهاتو شونه کن لطفا. مرسی گلم. خب این خوب بود. این جواب میده. آره دیگه 10 دقیقه رو سیو میکنیم حال کنیم. خب یکی لس آنجلس یکی
اسمش دقیقاً نرفته ولی خونش تو بیچه. اوکی عزیزم برو بخور. You been more than perfect today. موموکو جونم فقط باید سوپرمن بدی اوکی؟ بعد از اینکه تمام شد از شما سوپرمن میگیرم. یکی تو لس آنجلس. توی ویدیو هم یه دقیقه نگاه کن. من تو ویدیو هم میره توی آشپزخونه شکلات برمی داره میاد تو ویدیو منو اینتراپ میکنه که میگه اجازه دارم اینو بخورم. یعنی هر بچه دیگه باشه اینو تو آشپزخونه میخواد اینو سالش کنه باریکلا. یا میذاره تو جیبش میرفت بالا میخورد. یه دونه برداشت اومده اجازه دارم بخورم. اگه دیوانم الان بگم نه یعنی چی؟ یه دفعه دیگه من دروغ بگو دیگه. یه دقیقه ببخشید ماماکو جونم لطفا میشه در اتاقتو ببندی؟ ماماکو در اتاقتو ببند بابا. مرسی. موموکو اسمش؟ آره اسم دخترم موموکوه ژاپنی. چقدر قشنگ. من اسم تو تیم موکوی. تو این اسم خیلی اسم قشنگیه. من خیلی خودم خوشم میاد. چه باحال. آره ولی آره منم دیگه شنبه هایی بخوام ویدیو ضبط کنم با اعمال شاق دیگه بچه‌ها و اینا. خانومم هم یه خود تو این چیزا آرومه. مثلا میشنوه داره جیغ میزنه مثلا 10 دقیقه از خودش عقلش نمیرسه که بلند شه بره بگه بچه ساکت باش. من باید به تو بگم ببخشید به اون بگم بعد میگه من دارم میرم میگم خسته نباشی واقعا عجله نکن. خواستی فردا ایمیل بزنی ماما کو لطفا ساکت باش. خدا حفظش خاله کجای داستان بودیم ببین یاد میاد؟ آره تا همین که ظرف 3 روز It's okay. اوکی. عالیه عاشقتم که همه چی هم هندل میکنی. من اعصابشو ندارم. نه من خیلی بچه که منو میبینم میگن بابای خوبی هستی مثل اینکه از بعضی موقع قاطی میکنم. نه ولی قشنگ مشخصه بابا خوبی هستی. قشنگ مشخصه بابا خوبی هستی. من میخواد این اومد. الان گفتش که گفت یه دکمه زدم آب پاشیده همه جام خیسه. حالا من نمیدونم چه اتفاقی افتاده اون بعد بعدا من فکر کنم کدوم دکمه رو من نمیدونم. آی خدایا. It's okay. لطفا شورتتو بپوش تو خونه راه میری. آره این بحث برگردیم چی میگفتیم؟ سوال اقتصادی سوال اقتصادی